سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز تصمیم گرفتم که آموزش استفاده از این طرح‌های آماده رو براتون بذارم. یه سری توضیحاتی که راجع به اینا بدم. ببینید این طرح‌ها روی کاغذن و رنگن، هیچ برجستگی ندارن، هیچ گونه برجستگی ندارن. پس توی کارم وقتی روی پارچه میره هیچ برجستگی نیست، فقط رنگ از روی کاغذ منتقل میشه روی پارچه شما. حالا من یه پارچه متقال برداشتم چون رو پارچه های مختلف و رو کشش های مختلف تست کردم. این بار میخوام روی متقال براتون تست کنم. ببینید اینا روی کاغذ، خب اول که روی کاغذه به خاطر که این کاغذ نازکه این طرح کم رنگه روی این کاغذ، ولی وقتی روی پارچه درست منتقل بشه پررنگ میشه. من براتون تست میکنم که ببینید. بعد اینکه اینا روی چرم، روی نمد، روی پارچه هایی مثل میکرو، مثل این عروسک که چهرهش اگه ببینید روی میکرو هستش، چاپ شده. خب اینا قابل شستشوان، میتونید روشون مجدد با مداد رنگی، با اکریلیک، با گواش، با هر چیزی که کار میکنید مجدد میتونید روی اینا کار کنید. تغییراتی که دلتون میخواد بدین، موژه اضافه کنید. اگر رنگ چشم رو دوست ندارید میتونید تغییر بدید. اما برچسبایی که توی بازار هستن اول از همه برجستن، یک حالت برجستگی دارن. رنگشون طوری نیست که بشه بهش چیزی اضافه کرد یا چیزی ازش کم کرد. قابلیت تغییر ندارن. وقتی روی عروسک شما باشه به مرور زمان تیکه تیکه میشن، کنده میشن، با کشش پارچه از هم جدا میشن و این خب خیلی تو کار هم برای شما ضرره. خب مشتری دیگه دفعه دیگه بهتون سفارش نمیده به خاطر اینکه کیفیت نداره دیگه، فقط یه قشنگی داره که به نظر من همون یکی دو روز اول قشنگیش، ولی به مرور زمان جالب نمیشه کار. ولی اینا دیگه هیچ کدوم این دردسرا و تثبیت رنگ و اینها رو نداره. اگه روش کار کنید دوباره با مداد رنگی، خب بهتر که یک تثبیت کننده رنگ روش بزنید. ولی اگه همین چهره رو بخواید میتونید که هیچ تثبیت کننده ای نزنید چون قابل شستشوه. من ویدیوهاشو دیگه براتون گذاشتم، فقط اومدم که یه سری توضیحاتی رو بهتون بدم که ببینید چطور میشه با اینا کار کرد. ببینید اینو من الان خب برش دادم، روی این میذارم. 2 دقیقه زمان بهش باید بدیم، یعنی اتو رو بذاریم فشار بدیم 2 دقیقه تا این منتقل بشه روی پارچه. ببینید البته روی این شما باید یک پارچه دیگه بذارید که یه پارچه دیگه بذارید که این پارچه‌تون به خاطر اتو احتمال داره زرد بشه یا لک بیفته. بهتر یه پارچه دیگه باشه که این پارچه زیری پارچه اصلیتون آسیب نبینه. اینا رو طرح‌های جدید یه مقدار سایزشون به خاطر که خیلی ها گفتن کوچیک‌تر باشه کوچیک‌تره. ببینید این الان طرح‌های جدیده 7 سانت تقریبا، 7 سانت هم نیستن، 6 و نیم این حدودا. ببینید این طرح باز 7 سانته. اینا از قبلی ها خیلی کوچیک‌ترن که دیگه برای همه مدل عروسک میشه استفاده کرد. حالا من الان یک دونه براتون ببینید. اتو هیچ آبی نداره، رو آخرین درجه هم هست. ببینید بهتون میگم احتمال داره پارچه زیر لک بشه، شما حتما یک پارچه بذارید چون دمای اتو خیلی بالاه. من اینو بر میدارم، ببینید منتقل شده چهره. حتما سعی کنید که از پارچه روی این استفاده کنید.
ببینید برای چهره عروسک شما سر رو که دوختین، قبل از اینکه پر کنید باید این برچسب رو روش بذارید. حالا ببینید من میخوام روی این یه سری تغییراتی ایجاد کنم. خب ببینید من اگه بخوام یکم تیره هاشو تیره تر دلم بخواد باشه، مدادی که یه ذره سرشو خیس کردم به راحتی میتونم روی این مجدد کار کنم. ببینید هیچ تفاوتی با اینکه خودتون نقاشی کردین نداره. ببینید من جایی که میخوام پررنگ تر بشه رو میتونم روش مجدد به همین راحتی کار کنم. حالا میخواستم این چشم رنگش رو تغییر بدم. ببینید این ابرو قهوه‌ای من مشکیش میکنم. حالا این چشمو میخوام که سبزش. ببینید به راحتی قابل تغییرن. هیچ محدودیتی نداره. ببینید فقط با مداد رنگی تونستم تغییراتی که میخوام رو بدم. بینی کشیدنم که برای این عروسک ها معمولا یه خط میذاریم برای اینه که بینی نداره. خب حالا من میخوام این چشمو داشته باشم. من پارچه نذاشتم که ببینید این لک میفته، پس حتما شما یا کاغذ نسوز یا یک پارچه دیگه‌ای که رنگ سفید باشه. باز احتمال داره پارچه‌م تو حرارت بالا رنگ پس بده، پس حتما یه پارچه‌ای بندازید روی کارت. ببین مثلا من اینو دیگه نمیخوام هیچ تغییری بدم، اتو رو میذارم روش. فقط اتو زیر دستتون سر نخوره، جا به جا نشه، چون این طرح نمیچسبه، منتقل میشه. یه ذره جا به جا بشه شکل چشمتون هم خراب میشه، جا به جا میشه. خب ببینید اینم منتقل شد. حالا اینجا فشار دستم کم بوده، یکم کم رنگ تر شده چون تو ویدیو میخوام زود انجام بشه. ببینید اگه کم رنگ بشه سریع اصلاح میشه. به همین راحتی میتونید چهره‌های مختلفی رو داشته باشید، دیگه احتیاجی به طراحی هم نیستش. ببینید اینو هیچ برجستگی ندارن، هیچ برجستگی تو کار نیستش، هیچ جور خراب نمیشن. فقط ببینید وقتی رنگ داغه اگه روش دستتون کشیده بشه یکم رنگ پس میده، پس بذارید خنک بشه بعد روش کار کنید. واقعا خب با 10,000 تومان یه همچین چهره هایی بخواید برای عروسکاتون داشته باشید خیلی عالیه، تا اینکه بخواید کلی هزینه کنید، لوازم طراحی چهره بخرید، ساعت ها زمان بذارید و با اون قیمتی هم که حالا زحمت کشیدید مشتری نیست. واقعا دیگه خودم هم خیلی وقت کار عروسک میکنم، میدونم قدر هنر رو اونقدری نمیدونم، برای همین این کارا خیلی مناسبه دیگه. با 10,000 تومان میتونید تولید عمده کنید، قیمتتون خیلی پایین تر میاد، زمانی هم نمیخواد صرف کنید، به راحتی
میشه که این کار رو انجام بدیم. خب من یه تیکه پارچه قواسی هم داشتم، میام اینو روش تست کنم. ببینید این حریریه که من دارم، توریه که دارم، روی کارم همیشه میندازم. ببینید ترها حتی از پشت کارم منتقل میشن. ببینید مثلا میگم پارچه خودش تو حرارت رنگ میده، پارچه من قرمز بوده قشنگ ردش افتاده روی این پارچه‌ای که همیشه استفاده میکنم. حالا من اینو میذارم اینجا و مجدد اتو میذارم روش. خب اینو برمیداریم. این هم نتیجه کار. ببینید با کشش پارچه هیچی نمیشه. این اصلا هیچ برجستگی نداره. دقیقاً انگار که شما اینو نقاشی کردین.